یه رژیمی ولی هوس شیرینی میکنی، این برونی مخصوص خودته. فقط بافتو ببین. خیلی خوشمزه است. نه آرد داره، نه تخم مرغ، نه حتی شکر، ولی محشره. برای این برونی احتیاج داریم به موز. لهش میکنیم، 2 قاشق پودر کاکائو بهش اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم. 2 قاشق بیکینگ پودر و برای مواد خامه‌ایش 2 قاشق پر پنیر خامه‌ای و عسل ترکیبشون میکنیم. اول مایه شکلاتی، بعد مثل تصفیه مواد خامه‌ایمون رو روش میریزیم. بعد با همون نوک قاشق یه مقدار همش میزنیم تا مواد به زیر کیکمون هم بره. میذاریم داخل فر یا هواپز به مدت 30 دقیقه دمای 160 درجه و شما یه برونی خیلی خوشمزه دارین.